بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صحبت ما مقام رسول خدا در روز قیامت که آن مقام محمودی نام دارد. عزیزان من، در این باب صحبت است. امروز صدای خداوند به گوش تمام مردم قیامت میرسد، میگوید انا الله لا اله الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین. امروز حکومت به دست من است، امروز فرمانده منم. لا اله الا انا، غیر از من دیگر حکومت دار نیست، غیر از من دیگر صدا بلند کننده نیست، غیر از من دیگر پادشاه و حاکم نیست، غیر از من دیگر سوریه نیست. بسیار که بی‌طاقت می شوند، بسیار که روحاً عذاب می کشند، خسته می شوند. بعد از چند ساله ناگهان زبانی بعضی ها به گفتار می دراد، به یک دیگر می گویند این سختی روز دیدید، این دهشت دیدید، بیا یک کار کنیم، پیش یک شخص رویم ما را از این سختی و دهشت نجات دهد، پیش یک شخص رویم به پروردگار واسطه شود ما را از این سختی خلاص کند. الصلاة والسلام عليك يا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما را به این روز مبارک، به این روزی که همه شما انتظارش بودید، روز مولد پیغمبر بزرگوار و جشن با سعادت این آفتاب تابان رسالت، خوش آمدید میگویم و از خداوند مهربان پروردگار در این دنیا با همه ما و شما عاشقان محمد و خاندان محمد و یاران محمد توفیق بندگی و عمر دراز و تن صحت و رزق فراخ و پیروی از سنت پیغمبر بزرگوار و دفاع از شریعت او نصیب سازد و در روز قیامت همه ما و شما را به شفاعت این پیغمبر بزرگوار و این محبوب خداوند داخل جنت بگرداند. میبینم همه شما از راههای دور برای خاطر شنیدن داستان زندگی محمد حبیب دلها راه طی کرده، زحمت کشیده به اینجا تشریف آوردید و این خود نشانی عشق شما با پیغمبر بزرگوار و این خود نشانی دوستداری شما با این آفتاب تابان رسالت است. پیش از آن که به صحبت شروع کنم
از خداوند مهربان برای همه شما جوانانی که اینجا حضور دارید و موی سفیدان برنا و تبرکی که هستید و خواهرایی که در خانه ها نشستید صدای من میشنوید، دعا میکنم اولا خداوندا همه ما و عاشقان محمد را تن صحت و عمر دراز نصیب فرما. خدایا به فرزندای اینها را تو قادر و توانای فرزند صالح نصیب گردان. خداوندا زندانیای اینها را از زندانها خلاص گردان. خداوندا تاجرای اینها را در تجارتاشان و دهقاناشان در دهقانیهاشان برکت عطا فرما. خدایا مسافران اینها را و این چنین مسافران عاشقان مدرسه محمدی را که دور از دیار امروز همراه با ما هستند، با عشق خود، با دل خود، با روح خود، با جان خود، خدایا اونها را در مسافرت ها سلامت دار و بعد از انجام سفر با رزق فراخ به خاندانشان سالم بازگردان. خدایا در تمام عالم اسلامی و خصوصا در این جمهوری ما فیض و برکات نازل گردان. اختلاف و ناآرامی ها را خدایا از جمهوری ما همیشگی برداشته گردان و وحدت و دوستی و صلح و صلاح و یکدیگر فهمی و آزادی دینی برای مردم مسلمان ما و خصوصا حکومت دارای ما توفیق بندگی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. موضوع صحبت ما مقام رسول خدا در روز قیامت که آن مقام محمودی نام دارد. عزیزان من در این باب صحبت است امروز. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. پیغمبر بزرگوار محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم در سال فیل در شهر مکی مکرمه که مرکز تجاری حجاز بود در ماه ربیع الاول در فصل بهار سال 570 میلادی به دنیا آمدند. این مختصر ترجمه حالشان است. و 40 سال عمر مبارک محمد صلوات ربی و سلامه علیه در مکه با بهترین خصلت‌ها و خوبی ها سپری شد. حتی به آن حد این پیغمبر بزرگوار خوش اخلاق و با آداب و مهربان و دلسوز جوان مرد و سخاوت پیشه بود که تمام مردم مکه چی مرد و چی زن، چی کلانسال و چی نوجوان او را دوست می داشتند و براش احترام قائل بودند. وقتی که سن مبارک این پیغمبر به 40 سالگی رسید،
چون گل زیبای شکفتن گرفت و بوی عطرآگین او شهر مکه را از خوش اخلاقیش و با آدابیش و پاکیزه رفتاریش خوشبوی ساخته بود. خداوند برای سعادت جامعی بشری و خصوصا برای ما و شما امت آخر زمان این جوان خوش اخلاق و مهربان و دلسوز و جوان مرد را به پیغمبری برگزید. این حادثه سال 610 میلادی بود، یعنی در سال 610 پیغمبر شما از جانب پروردگار عنوان رسالت و پیغمبری یافت و ما و شما بندگان خدا را به سوی شعار لا اله الا الله دعوت کرد. وقتی که پیغمبر این شعار صدا داد برای مردم مکه و جزیره عرب که خود بت پرست بودند و جدا شدن از خداهاشان و خصوصا برای منصبداراشان و حاکماشان جدا شدن از منصب و حکومت خیلی گران آمد. بنابر دشمنی و آزار و تحقیر این پیغمبر آغاز نمودند. 13 سال عمر مبارک ایشان در مکه مکرمه گذشت. در این 13 سال چه آزارها دیدند، چه رنجها کشیدند، چه تحقیرها دیدند، چه بی‌آدابی ها به خاطر سعادت جامعه بشری از دشمنان خدا دیدند، شنیدند. به همه اینها صبر کردند. صبر پیغمبر در مقابل دشمنان خدا و تحقیرهای اونها داشت. هر انسان طاقت برداشت او را نداشت. و برای این بی‌آداب‌ها دعای خیر میکرد. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینها را هدایت کن، اینها را راهنمایی کن، از نادانی به من دشمنی دارند، از نادانی دین توحید قبول ندارند. دعای بد نکرد، برای من و شما و گذشتگان من و شما دعای بد نکرد. سیزده سال سپری شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از صادر شدن فرمان الهی برای هجرت به مدینه منوره آمدند که در این باب صحبت‌های زیاد سالهای پیشین شدگی است و 10 سال عمر خود در مدینه گذراندند و در مدینه اولین دولت اسلامی خدا که امروز دشمنان خدا میخواهند او را از بین برند و اولین بیرق سبز که شعارش لا اله الا الله بود تأسیس دادند. و این بیرق و این دولت روز از روز انکشاف یافتن گرفت، وسیع شدن گرفت، نفوذش در جزیره العرب
کلان شدن گرفت، زیاد شدن گرفت. خلاصه وقتی که قبیله های عرب و شهر مکه که مرکز کفر و بت پرستی بود به ایمان مشرف شد، رسول بزرگوار وظیفه خود به نحوی احسن و خوب ادا کردند و نهال توحید شناندند و این نهال در زمین ریشه گرفت، مستحکم شد و نوده های او به گوش و کنار و اطراف عالم دمیدن گرفت، دویدن گرفت. خداوند حبیب خودشا در سن 63 سالگی به جانب خود دعوت کرد و به رفیق اعلا پیوست. عزیزان من، پیغمبر بود که فقط غم امت میخورد، پیغمبر بود که چی در این دنیا و چی در روز قیامت برای امت اشک میریخت. در این دنیا هم از پروردگار برای امتش هدایت میپرسید، توفیق طلب میکرد، آسایش و راحت طلب میکرد و حتی در روز قیامت هم برای امت از خداوند شفاعت طلب میکند. چگونه که در این دنیا نمیخواست امت او گمراه شود، ناراحت شود، مشقت بیند، در روز قیامت هم این آفتاب تابان رسالت نمیخواهد که امتش در آتش دوزخ بسوزد. یا الله، ما در نماز که اذان بگوییم، بعد از تمام شدن کلمات اذان دعای داریم که پیغمبر برای ما و شما تعلیم دادند. در حدیث امام مسلم حضرت می‌فرمایند اذا سمعتم المؤذن، وقتا که شما مؤذن شنیده مثل کلمات مؤذن شما هم اذان تکرار کنید آهسته آهسته. بعد از تمام شدن اذان ثم صلوا علی، برای حبیب خدا، برای حبیب دلها پیغمبرتان صلوات فرسته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ثم صلوا لی الوسیله، بعد از صلوات برای من از خدا وسیله پرسید. وسیله این چی مقام است؟ این چی مرتبه است؟ رسول اکرم گفتند وسیله مقام است در بهشت، مرتبه است خیلی عالی، با آن فقط یکی از پیغمبران الهی، یکی از بندگان خدا میرسد و من از خدا امید دارم که آن مقام من است و آن مرتبه من است. و کسی از امتان من، شما را پیغمبر خطاب دارد، اگر از خداوند برای من وسیله پرسد، فمن سأل الله لی الوسیله حلت له شفاعتی، شفاعت من برای او حلال می شود. عزیزان من، این وسیله کدام است؟ امروز صحبت من در این موضوع است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. پیغمبر
ای رسول گرامی خیز در دل شب، به خدای خود متوجه شو، به خدای خود روپرو شو، نماز شب خوان و خدای تو برای تو مقام محمودی را در روز قیامت آماده کرده است. این مقام چی مقام است؟ باز میگردم به حدیثی که امام مسلم روایت میکنند در صحیح خود. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نحسة ثم قال. ابو هریره میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روز نشسته بودند، برای ایشان کسی یک کاسه گوشت آورد، پیش رسول خدا گذاشتند. حضرت که از بین استخوانها ذراع دوست می داشتند، کسی دراز شد و ذراع به دست پیغمبر خدا داد. ما تاجیکا دودادران میگیم مورا. گوشتی دوست داشتی پیغمبر از مال این ذراع بود، این دودادران بود. به خاطر این او یهودی های بدبخت در این پارچه از گوشت رسول اکرم زهرآلود کرده دادن و با این جسد ایشان زهرآلود کردند و در اندک زمان به جام شهادت نوشیدند. او زنی که رسول خدا را زهرآلود کرد زینب نام داشت، او یهودی بود. او به خاطر آنکه اسلام و محو سازد، محمد نابود کند، با دسیسه سرداران خود این جنایتی، این خیانتی ناجوان مردانه را برای رسول اکرم کرد. حضرت ذراع گرفتن، یک گز گرفتن و جاشت گذاشتن. بعد از آن به مردم گفتند یا الله، منظری خیلی سخت روز قیامت حضرت در نمایش گذاشتند. رسول خدا وقتی که صحبت میکردن مثل زنده بار این تصویر میکردند. خداوند آنقدر استعداد و فصاحت و بلاغت فوق‌العاده برایشان داده بود. حضرت گفتند انا سید الناس یوم القیامه، من سردار تمام بندگان خدا و بشریت هستم در روز قیامت. تمام بشریت از آدم سر کرده تا آخرین آدمی روز نزدیک قیامت، همش سردارش و پیشواشش و محترمش من هستم. گفتن اتدرون بمذاک، آیا میدانی که به خاطر چی من سردار تمام جامعه بشری هستم و من بهترین تمام انسانیت هستم؟ برای چی؟ میدانی؟ به اصحاب خطاب کردند، به شما عزیزان خطاب کردند. حضرت خوشان بیان کردند یجمع الله یوم القیامت الاولین والآخرین. روز قیامت که آمده نیست و در آمدن آن شکی نیست و آن روز روز جزاست، روز مکافات اعمال است، روز تجلی کردن پروردگار به صفت قهاریش است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همه آن روز جمع می شود، هیچ کسی عقب نمی موند، زیرا آن روز از کسی
قبول کرده نمیشد عذر را، زیرا آن روز جای گریز نیست، زیرا آن روز جای پنهان شدن نیست. حضرت چی گفتن؟ یا الله، همه را خداوند در یک صحنه در روی زمین جمع می سازد. اطراف بشریت ملائکه های الهی می پیچانند، پوشون های مسلح او می گیرند، دوره می کنند. فیسمعهم الداعی، صدای با هیبت پروردگار همه می شنود، صدای ملائکه های الهی را همه می شنود. و ینفذهم البصر، هیچ کس از چشم خدا، از علم خدا پنهان نمی موند. هیچ کس در هیچ گوشه از چشم ملائکه های الهی پنهان نمی موند. یا الله، آن روز ندا کننده، صدا بلند کننده کیست؟ حدیث ابوالقاسم ابن منده رحمه الله می آورد از معاذ جبل رضی الله تعالی عنه، داعی را برای ما معلوم می سازد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. خداوند خودش با آواز خیلی بلنده که تمام صحن قیامت میشنود ندا میکند. احتیاج به بلندگویک ها نیست، احتیاج به این میکروفون ها نیست. صدای خداوند به گوش تمام مردم قیامت میرسد. میگوید انا الله لا اله الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین. امروز حکومت به دست من است، امروز فرمانده منم. لا اله الا انا، غیر از من دیگر حکومت دار نیست، غیر از من دیگر صدا بلند کننده نیست، غیر از من دیگر پادشاه و حاکم نیست، غیر از من دیگر سوریه نیست. انا الله لا اله الا انا. آن روز پرزیدنت ها هم خاموشند، آن روز متکبران همه خاموشند، آن روز مفتشا همه خاموشند، آن روز سودیه ها و پروکرورها همه خاموشند، دهشت زدند. لا اله الا انا. خداوند میگه فقط من هستم حاکم، فرمان من است. ارحم الراحمین. این خدای ببین باز تسلی میده بندگانشان. شما ناامید نشوید، من بهترین و مهربانترین بندگانم هستم. من برای بندگان و مهربانم، من برای شما از پدر و مادر مهربانم، من به کسی ظلم نمی کنم. ارحم الراحمین و احکم الحاکمین. من حکم برارم، حکم عادلانه می برارم، من حکمی صادقانه می برارم، من حاکم ترین حکم کننده هستم، به شما ظلم نمی کنم. احتیاج
احتیاجی به رشوه شما ندارم، احتیاجی به تحفه شما ندارم، احتیاجی به طرفداری شما ندارم. و اسرع الحاسبین، شما را من زود عمر گذرانگی تان ده حسابات میگیرم. یا الله، اسرع الحاسبین. بولش در پشتی من ببینیم. من این عمر گذرانیدی شما را از آدم سر کرده تا آخرین انسان حسابات بگیرم، اما در یک لحظه کوتاه همش تمام میکنم. و هو اسرع الحاسبین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. بندگان من، شما امروز نترسید، شما امروز غمگین نشوید. قسم به عظمتی و جلالم، ذره امروز به شما ظلم نمی شود. یا الله، فرمان دوم خداوند صادر میشه برای قوه های مسلحش. یا ملائکتی، یا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا على رؤوس على اطراف انامل اقدامهم یوم للحساب. یا الله، اینش دهشت است. یا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب. ای ملائکه های من، ای مفتشا، بنده های من همشه راست خیزانید، همشه بنوگی پا نگاه دارید. چه روزی دهشت است. بنوگی انگشتا میستیم، شاید سالها مفتشای خدا پار زمین موندن نمیگذارند، ششتن نمیگذارند. برای چی؟ برای حساب گرفتن، برای حسابات قبول کردن. بر خداوند چی میگفته؟ احضروا حجتکم و یسروا جوابا فانکم مسئولون محاسبون. حجت هاتان، دلیل و برهاناتان حاضر کنید. دنیا دعوای ایمانداری میکردی، حجت ایمانداری تیار کن و برای سؤال من جوابات آماده کن. زیرا که الان شما پرسیده میشوید، الان مرافعه سودی شروع میشود، شما حسابات میدهید. یا الله، چی دشوار است آن روز حسابات دادن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی گفتن؟ فینفضهم البصر و تدن الشمس. خداوند سفارش میتید این آفتابی که الان از زمین ما 92 میلیون کیلومتر، 92 میلیون و 870,000 میل از سیاره ما دور است از زمین ما. با وجود این در گرمای تابستان طاقت نداریم. این آفتاب زمین قیامت در آنقدر نزدیک بشود، مقدار میل. حدیث مسلم از رسول اکرم گفتند تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون مقدار میل منهم. آفتاب آنقدر بالای زمین قیامت نزدیک بشود که مسافه او تا زمین 4000 قدم میموند. اگر میل مراد میلی مسافه باشد، اگر میل چشم رنگ کنی باشد، وای به حال ما. خلاص از گرمای سخت آفتاب مغز سر می جوشد. زمین قیامت چون می سرخ می شود.
یا الله عرق ریز خجالت ها بود هر بنده عاصی، بگوید کاش در دنیا نمیزادی مرا مادر. چگونه که در حبس خانه میغلطیم، چقدر ندامت میکنیم که کاش که همین کار نمی کردم، کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم و این حال نمی دیدم. مانند این آن روز هم بندگانی که در این دنیا نافرمانی خدا کردند، بندگانی که در این دنیا از فرمان شریعت روی تافتند، خجالت میکشند، فریاد میبرارند، میگویند کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم. و تدنو الشمس من رؤوس العباد. حضرتی مولوی خدا رحمت کنه به نظم درارد این لحظه دهشتناک قیامته. حضرت می فرماید قدی نیزه فراید قرص خورشید، قدی نیزه فراید قرص خورشید، بلرزد این سجان از وهم و چنبید. یا الله، اون وقت زانتیک نداریم، اون وقت سایبان نداریم، سایبان هم باشد می سوزد. آن روز این خنک ها نیست، شمال برک ها نیست. قدی نیزه فراید قرص خورشید، بلرزد این سجان از وهم و چنبید. به نفسی خود شود هر کس گرفتار، غمی جان می خورد فارغ ز اغیار. هر کس غم خود میخورد، کسی برای کسی پروا نمیکنه. چگونه در حالت بمبارانی در این دنیا مادر فرزندش میپرتا میگریزد و پدر پسرش. آن روز هم تو روز است. به نفسی خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. برادرها گریزند از برادر، پسرها در گریز آیند ز مادر. گریزد از پدر فرزند شیرین، گریزد از پدر فرزند شیرین. عمارت کن به طاعت خانه دین. فرزندایی که امروز برای ویا شما نمازاتان قضا میکنه، بلکه اکثر شما برای فرزند و زن و دخترتان نمازم نمیخوانه، از قفای کار و باریه چی دیگه جمع کنم گفته. برای اونها حتی حرام و حلال فرق نمیکنه. آن روز از شما میگریزد، آن روز شما را نگاه نمیکند. گریزد زن ز مرد و مرد از زن، گریزد زن ز مرد و مرد از زن. ز وهمی روز سخت و تاب گلخن. این مضمون آیه مبارکه است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یا الله، چه روزی سخت است. آفتاب همه را می سوزاند، زمین سرخ می شود، چند سال هم تو می ایستد، پرسش نیست. آن روز روز قهاری خداوند است. مثل که بعضی گناهگارا رو میبرند در کمیره میپرتایند، 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه سراغش نمیکنند مفتشات، نمیپرسند تا روحا عذاب کشد. آن روز خداوندم بندگان خدا همشه به عتاب میگیرد. یا الله، فیقول بعض الناس لبعض الا تدرون ما انتم فيه
الا تدرون ما قد بلغكم الا تنظرون من یشفع الى ربکم. بسیار که بی‌طاقت میشوند، بسیار که روحاً عذاب میکشند، خسته میشوند. بعد از چند ساله ناگهان زبان بعضی ها به گفتار میدرد، به یک دیگر میگویند این سختی روز دیدید، این دهشت دیدید، بیا یک کار کنیم پیش یک شخص رویم ما را از این سختی و دهشت نجات دهد. پیش یک شخص رویم به پروردگار واسطه شود ما را از این سختی خلاص کند. یا الله. فیقول بعض الناس لبعض ایتو آدم. ناگهان صدای کسی بلند میشد میگفت است ای بندگان خدا، آخر اولین پیغمبرها آدم بود، بیای پیش آدم رویم او را واسطه قرار دهیم به پروردگار براد ما را از این دهشت و عذاب خلاص کند، آخر حسابات ما را شروع کند، مرافعی سودی ما را سر کند. یا الله، آن روز کی غیرت میکند پیشگاه پروردگار براد؟ چگونه در این دنیا پیشگاه پرزیدنت ها رفتند غیرت نمیکنند؟ حاکمای ما که مثل خوشان یک انسانی ضعیف است، مثل خوشان مثل حسنی مبارک بارین 2 روز پس لطینا در کار پیش همونها رفتن غیرت نمیکنند، از همونها پرسیدن جرأت نمیکنند، پیش خالق آسمان و زمین ده میشود کسی پیش آدم میرن. فیاتون آدم فیقولون یا آدم انت ابو البشر خلقك الله بیده ونفخ فيك من روحه وامر لك الملائكة بالسجود فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك. پیش آدم میرن، آدم هم در اونجا است. ای آدم، شما بابای ما بوده، شما پدری همه ما بوده، پدر برای فرزندش مهربان و غمخوار است. تو انسان بودی، خداوند تو را به دست قدرتش آفرید، در تو جان دمانید، به خاطر حرمتی که داشتی ملائکه هاش امری به سجده کردن تو کرد. ملائکه ها تو رو سجده کردند، تو رو تعظیم کردند. الان ما محتاجیم. ای آدم، ای پدر بزرگوار، بیا پیشگاه خدا را ما را شفاعت کن، از این سختی خلاص کن. اشفع لنا عند ربک. یا الله. ببینی آدم چی میگوید؟ حضرت آدم علیه السلام چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. امروز من نمیتونم شما را یاردم کنم فرزندان عزیزم، زیرا امروز خداوند به صفت قهاری و جباریش تجلی کرده است. امروز او غضب دارد که هرگز با این غضب تجلی نکرده بود و من بعدم نمی کند. من غیرتی به او رو پرو شدن ندارم. وای به حال انسان آن روز وقتی که آدم صفی الله نمیتواند شفاعت کند. آدم چی گفت؟ من نمیتوانم شما را شفاعت کنم، من نمیتوانم واسطه شوم، زیرا انه نهانی عن شجره فعصیته نفسی. او من
سپارش داده بود که به این درخت در بهشت نزدیک نشو، اما من خودم کنترل کرده نتانستم و به این درخت منهی نزدیک شدم. خودم در پیشگاه پروردگارم خجالت و شرمنده کردم. من چگونه با این خجالت و شرمندگی به او روبرو شوم؟ اذهبوا الی غیری، روید پیش نوح، روید پیش ابراهیم، روید. فیاتون الی نوح، نزد حضرت نوح میرن. فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى الخلق وسماك ربك عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا. پیش حضرت نوح میرن، نام نوح که میشنوان گریان ای نوح پیغمبر خدا، تو اولین پیغمبرها هستی در روی زمین بعد آدم. خداوند تو را دوست می داشت، تو را عبدن شکور گفته صفت کرد. آخر ببین ما چی حالی سخت داریم، ببین ما چی عذاب ده گرفتاریم. آخر ما را خلاص کن، پیشگاه پروردگار و درو ما را شفاعت کن. یا الله، نوح چی میگه؟ فیقول نوح یا الله. نوح پیغمبر مرسل چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله انه كانت لي دعوة فدعوتها على قومي نفسی نفسی. یا الله. حضرت نوح میگوید عزیزان من نمیتونم پیشگاه پروردگار خود روم، من خود خجالت و شرمنده هم. زیرا که خداوند برای هر پیغمبر یک دعای اجابت میشدگی داده بود و من این دعای اجابت میشدگی را برای قوم خود، امت خود کردم و امت ما هلاک ساختم با طوفان و من خجالتم چگونه پیشگاه پروردگار روم. من خود میترسم که آیا جان خودم در عذاب نباشد، آیا جان خودم پگم مستحق دوزخ نشود. من میترسم. نفسی نفسی. به نفس خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. یا الله. ائتوا الی ابراهیم، پیش ابراهیم روید. خلاصه پیش ابراهیم میرن، از ابراهیم علیه السلام شفاعت میپرسند. ابراهیم هم رد میکند، میگن من نمیتونم شفاعت کنم، زیرا من در پیشگاه خدای خود 3 بار دروغ گفتم، از این دروغ هم خجالتم. ببین ابراهیم، به خاطر 3 دروغش خجالت است. ما هر روز دروغ میگوییم، چطور خجالت نمیشیم؟ من نمیتونم شما را شفاعت کنم. من خود از خود ترسانم که خودم گرفتاری دوزخ نشوم، خداوند خودم عذاب نکند. به پیش موسی روید. پیش موسی میرن. حضرت موسی علیه السلام میگویند موسی تو پیغمبر خدا هستی، فضلک الله بالرساله و بتکلیمه علی الناس. با تو به واسطه سخن میگفت، تو خیلی نزدیکی به خدا داری، از بین دیگر انسان ها ما را شفاعت کن، واسطه شو ما را مرافعه ما شروع شود، زودتر از این خلاص شویم، یا این طرف و یا آن طرف. اما حضرت موسی چی میگوید؟ فیقول موسی ان ربی غضب اليوم غضبا
لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله و انی قتلت نفسا لم اومر بقتلها نفسی نفسی. امروز پروردگار آنقدر در حالت غضب تجلی کرده است که هرگز این حالت برای او نبود و من بعد هم نمی شود. من می ترسم، زیرا من در دنیا یک شپاتی یک کسی را زدم به خاطر ادب گیرد، گفته او مرد، افتید و غلطید و مرد. من یک بنده بیگناه را کشتم، من در پیشگاه خدا جوابی وی چطور میتیم؟ من خود جنایتکار هستم، چطور جواب تیم؟ من چطور شما را شفاعت کنم؟ سوره قصص حکایشم به یاد بیارن. وقتی که به خاطر یک آدم که حضرت موسی به خاطر جدا کردن و ادب آموزاندن یک شپلاک زده بود، یک شپاتی زده بود که او افتید و مرد، او دست پیغمبر بود. برای یک آدم اینقدر موسی ترسی از خدا دارد، با وجود پیغمبریش و با وجودی که به خدا به واسطه صحبت میکرد، وای به حال آدم کشا، وای به حال مفتشا، وای به حال دوبین که به دستا، وای به حال ریشتراشا. بندگان خدا را از راه می قپا می برن، ریشاشان می تراشن. اینا چطور می کرده باشن؟ موسی که پیغمبر بود به خاطر یک شپاتی این قسم دهشت می خورد، اینها چطور می کرده باشن؟ چی جواب می داده باشن؟ نفسی نفسی. من خود نمیدانم چی کار کنم. کاش که خدا جان خدا از عذاب امروز خلاص میکردم. من به شما دست یاری دراز کرده نمیتونم، لیکن پیش عیسی روید. اذهبوا الى عیسی فانه روح الله. پیش عیسی روید، او پیغمبر خداست. پیش عیسی میرن، همون عیسی که امروز حضرت عیسی علیه السلام وقتی که داد و فریاد اینها رو میشنود، امتاشا دیگر بندگان خدا را، عیسی چی میگوید که حدیث کوتاه کرد ایستادم: یا عیسی انت رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه اشفع لنا عند ربک. به ما شفاعت کن، واسطه شو ما را از این سختی خلاص کن. عیسی پیغمبر خدا. ببینه اینجا عیسی را پیغمبر گفتن، نه بچه خدا، نه شریک خدا. عزیزان من توجه کنه، کسانی که دین عیسی امروزه در میل دارید، مذهب مسیحیه را دوست می‌دارید، البته شما نه عاشقان محمدی، من فاسقا را میگویم، من همون کسانی را میگویم که فرفتی، کتاب‌های ساخته و بافتی. بعضی نویسنده ها شدن، رحمت خدا را گرفتن و غضبش فراموش کردن. رحمت خدا دا امیدوار هستن و از انتقامش پروا ندارن. حضرت عیسی چی میگه؟ من نمیتونم شما را شفاعت کنم. برای چی؟ ببینه جواب عیسی برای چیست؟ ان اتخذت مع امی الهین من دون الله نفسی نفسی. آخر در دنیای پیروان من از روی گمراهی من همراه مادرم شریک خدا اعتقاد کردند، ما را شریک خدا گفته پرستش کردند و در پیش من سجده کردند، من در پیشگاه خدا خجالت کردند. من شرمنده ام، چگونه شفاعت کنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. حضرت عیسی را خدا میخیزانده است. از او میپرسد ای عیسی پسر مریم، آیا تو خود این پیروات امر کردی که من همراه مادرم همچون معبود پرستش کنید؟ آیا خود اینها را امر کردی که من شریک خدا دانید همراه مادرم؟ ببینه این صدا وقتی که از خدا میبراد، از آفریدگار و از الله رب العالمین میبراد، عیسی چه دهشت فراش میگیرد. ببینید یک خوب نمیگم اینا را قیاس نمیکنم که حیف این منبر رسول اکرم که نام رو یاد گیرم. حضرت عیسی میلرزند، حضرت عیسی را لرزه فرا میگیرد، نمیداند چی جواب گوید. خدای مهربان باز در زبانش این الهام می اندازد، میگوید سبحانک، پروردگارا تو پاک هستی و بی عیب. من این سخنها را نگفتم، من اینها را نگفتم که من سجده کنه، من اینها را نگفتم که من همراه مادرم شریک خدا دانید، من نگفتم. خدای تو خودت میدانی، هرچی که من گفتم تو میدانی، هرچی من کردم تو میدانی، همچی در سری من پنهانیم بود تو میدانی، هیچی از تو پوشیده نیست. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. عيسى میگوید من به جان خود گرفتار هستم، من نمیدانم که آیا خودم از عذاب خدا خلاصی مییابم یا نه. نفسی نفسی. لیکن من شما را توصیه میتیم به شخصی که امروز مقام شفاعت به دست اوست، امروز حل این مشکل در دست اوست، امروز لوای شفاعت و حمد به دست اوست. اذهبوا الى محمد فانه قد خصه الله لهذا الامر. پیش محمد روید، زیرا خداوند او را امروز این مقام شفاعت و این مقام واسطه شدن بین بندگانش خودش داده است. پیش او روید، پیش من چی دامدید؟ یا الله، نام پیغمبر خدا را که میشنوند همه شتابان به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میروند. فیاتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول الله و خاتم الانبیاء. روایت مسلم است. نزد پیغمبر خدا میرن، رسول اکرم میبینن، فریاد میکشن
که ای محمد ما از سختی امروز، از دهشت امروز نام تو رو فراموش کردیم. آخر تو پیغمبر خدا هستی، تو سردار پیغمبران هستی، تو صاحب قرآن هستی، تو حبیب خدا و محبوب او هستی. ما را از این روزی سخت خلاص کن یا الله. ما را خلاص کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخوام این نظمی حضرت مولوی رو برای شما خوانم، انشاءالله دوامش بعد میگویم. این حدیث پره حضرت مولوی به نظم در آوردگی از حدیث مسلمه. روان گریان به پیش حضرت نوح، به امید شود این عقد مفتوح. شفاعت کن که ما درماندگانیم، شفاعت کن که ما درماندگانیم، به میزان قیامت عاصیانیم. روان یک یک به نزدی انبیاها، روان یک یک به نزدی انبیاها، به درد خویش جویانی دواها. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. بگوید حضرت عیسی پیامبر، روید ای عاصیان در نزد سرور. محمد را شفاعت خواه کردن، محمد را شفاعت خواه کردن، قریب از قوس و بر درگاه کردن. همه نام محمد را شنیده، فیغان سازند و بر خودها تپیده. نام رسول اکرم که بشید بعد از آن فریاد کنان به سوی رسول اکرم میدیوند. بگویند خاک پایت سرمه ما پا، بگویند خاک پایت سرمه ما، برفتیم ما به نزدی انبیاها. بری درماندگی جرم و عصیان نکردندی، شفا خواهی به سبحان. هر کدامش رفتیم نتانستم ما را خلاص کنن. همه گفتند ما داریم و خجلت، محمد شد شفاعت خواه امت. روی پیش محمد روی. خدای که ما کردیم نامت را فراموش، زی وهم عقبه نارم و بهوش. بکن رحمه به حال عاصیانت، که هستیم از کمینی عاصیانت. یا رسول الله ما غیر از تو دیگر جایی رفتن نداره، امیدی ما فقط تو هستی و بس. بنابر به حال ما رحم کن، پیشگاه پروردگارت برو، ما را شفاعت کن، عقده سخت ما را واکن. رسول الله بیند عاصیان را، رسول الله بیند عاصیان را، کند ناله شنیده این فغان را. دوان آید بزیر عرش اعلا، دوان آید بزیر عرش اعلا، نهد سر برسه نهر سر را بسجد حق تعالی. رسول اکرم گفتند دوام حدیث ده، فانطلقوا فآتی تحت العرش و اخر ساجدا لربی. من از جا میخیزم و با آب دیده به زیر عرش پروردگار میرم،
و در زیر پایی عرش او سر به سجده پروردگار خود میگذارم. یا الله، برای چی؟ برای ما و شما، برای خلاص کردن ما و شما. فاخر ساجدا لربی ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلی. رسول اکرم گفتند وقتی که سر به سجده میگذارم خداوند میگه به زبان من کلمات را در مدح و ثنای خود پروردگار آورد که هرگز این مدح و ثنا را، این ستایش و وصف به زبان هیچ پیغمبر نآورده بود. یا الله، پروردگار مدح و ثناش میگوید. بعد از آن آب دیده میکند. قال الله تعالى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. در این لحظه پروردگار صدا میبرارد، میگوید حبیب من محمد سر از سجده بردار و هر چی میخواهی از من بپرس و هر سؤال داری بکن. حبیبی من برای چی سر در سجده موندی؟ برای چی اشک چشمی خود میریزی؟ یا الله، رسول اکرم میگه فارفع رأسی فاقول یا ربی امتی امتی. سر از سجده میبردارم و میگویم خدایا امتی من در عرصات قیامت های، خدایا امتی من از گرمای سختی قیامت سراشان می جوشد، پاهاشان می چوشد، می سوزد. امتی امتی. الهی از تو می خواهم، الهی از تو می خواهم گناهی عاصی امت را. الهی از تو می خواهم گناهی عاصی امت را. بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را. الله اکبر. بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را. گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت، گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت. تو هم بگذر الها جرم این اهل ندامت را. این مناجات رسول اکرم های حضرت مولوی خدا رحمت کنه به نظم در آورد. خدایا من به خاطر امت پروای پدر و مادر نکردم. خدایا من برای این امت چقدر زحمت و رنج کشیدم. خدایا این روز تو اونها را عذاب میکنی. یا رسول الله یا الله، خدایا تو اونها را عذاب میکنی. این رنج و زحمت های من کجا شد؟ شدن از خطر شیطان همه آلوده عصیان، شدن از خطر شیطان همه آلوده عصیان. به من ده عاصیانم را بسوزن اهل لعنت را. خدایا شیطان به اونها مسلط کردی، دنیا را به اونها مسلط کردی. آخر اونها خوشان کنترل کرده نتانستند، اونها خوشان نظارت کرده نتانستند، اونها خوشان به دست گرفته نتانستند. در دام شیطان و شهوت افتیدند، گناه کردند، زنا کردند، آدم کشتند، آلوده شدند.
خدایا توبه کردن، ایمان دارن، به من ده آسیانم را، بسوزان اهل لعنت را. خدایا این گناهگارای امت ما به دست من سپار، آخر برای دوزخ خود با اهل لعنتت هست کفایی میکند، کافرا و فاسقا کفایی میکند. دشمنای دینت بسیارن، همونها دوزخ پر میکند. شدن از خطره شیطان همه آلوده عصیان، به من ده عاصیانم را، بسوزان اهل لعنت را. همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب، همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب. کشا بر رویشان از کرم باب سلامت را. آره این دنیا ببینه، این فتنه های نوبنوی آخر زمان همه ما فریب کرد ایستاده است. امروز دختر تاجیک روی مال ندارد، امروز دختر تاجیک حجاب برای خودش ننگ میداند، امروز حکومت دارای مسلمان موندن ریشه برای خودشان عیب میداند، امروز جوانا را مسجد رفتنش برایشان تن میداند. این از فتنه آخر زمان، این از فتنه آخر زمان. همه آلوده شد، همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب. کشا بر رویشان از کرم باب سلامت را. ز شفقت در دو عالم اشکر زن امتی گفتم، ز شفقت در دو عالم اشکر زن امتی گفتم. نباشد امتم من نخواهم عیش جنت را. نباشد امتانم من نخواهم عیش جنت را. ببینه پیغمبر حبیب خدا از خدا طلب دارد که اگر این امتام، این عاشقای محمدی را، این شما عزیزان همراه او نباشه جنت نمیرد. اللهم صل على محمد. یک جای صلوات فرسته. اللهم صل على محمد و علی آل محمد. ز شفقت در دو عالم اشکر زن امتی گفتم. نباشد امتانم من نخواهم عیش جنت را. نبردارم سر از سجده نبخشی امتانم را. ببینه ارفع رأسک وسل تعته واشفع تشفع. حبیبی من شفاعت کن، من شفاعت تو را قبول میکنم. حبیبی من بپرس هرچی میپرسی، من خواهشی تو را اجرا میکنم. نبردارم سر سجده نبخشی امتانم را. عطا کردی زی اول در دلم مهر شفاعت را. یا الله، وقتی که پیغمبر خدا این مناجاتی با سوز و گدازه در پیشگاه با عظمتی پروردگار میکند، خداوند یا الله
ندا میکند یا محمد صلی الله علیه ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من باب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب الجنة فوالذي نفسي بيده وإن مصراعين من مساريع أبواب الجنة كما بين مكة وحمير رواه مسلم. حضرت گفتن پروردگار با من گفته حبیبی من خیز از بین امتات کسانی را که من اونها را حساب نمیگیرم، کسانی را که من اونها را مرافعی سودیشان نمیبرم، از دروازه راست بهشت درار. البته اینا اولیاءها هستند، اینها مجاهدا هستند، اینها عالما هستند، اینها جانسپاران محمد و دین محمدند. اونها در حساب نیست، اونها را جنت در من اینها را حساب نمی کنم به شفاعت تو. ادخل الجنه، این روایت مسلم است، حدیث صحیح است از من. ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من باب الایمن، از با دروازه طرف راست. باقی مانده امتای گناهگار من شما را چی؟ کسانی که عمر در غفلت گذرانیدیم، کسانی که به پروایانه گناه کردیم، اونها را هم پیغمبر شفاعت میکنه به شرطی که ایمان داشته باشند، به شرطی که موافق به ایمانشان عمل کردند. مثل من شما بار نماز هم میخوانه لیکن گاه شیطان فریب میکنه بعضی گناه رو میرویم. پیغمبر خدا را خدا چه میگفته؟ و هم شرکاء الناس، اینها باقی مانده امتای پیغمبرای دیگر قطعی از دروازه های دیگری جنت در آمدن گیرند. ببینید یکی از پیغمبر خدا میگه دروازه های جنت آنقدر کلان هستند که بین دو پهلوی دروازه، یکی از دروازه های بهشت مثل مسافه بین مکه و حمیر است. چند قدر کیلومتر باشد همون قدر کلان است. حدیث دیگری داریم ابو داود روایت میکند اذا اراد الله ان یقضی بین الناس، وقتی که خداوند از غضبش میفراد برای حکم کردن و مرافعی سودی را شروع کردن، بالای کرسیش می نشیند. البته این کرسی عظمت است، هیبت است. ینادی مناد این محمد و امته صلی الله علیه و پروردگار فرمان میداد این ملائکه را فیراد کن، صدا بلند کن محمد حبیبی من همراه امتش کجاست؟ رسول خدا چی گفتن؟ فاقوموا وتتبعني امتي غرا محجلين من اثر الطهور. من از جمع میخیزم و امتای من از کفام روان میشوند و اونها از اثر طهارت رخسارهاشان مثل ماه خوشرو سفید است. عزیزان من، میخوایی که فردا پیغمبر شما را شناسد امروز طهارت کنه، زیرا رسول اکرم ما و شما را از اثر طهارت میشناسد. ان امتی یدعون غرا محجلین من آثار الوضوء. شاید کسی سوال کند و این سوال هم در زمان پیغمبر شده بود که یا رسول الله در این بین تریلیون ها انسان شما امتتان از چی میشناسه؟ رسول اکرم گفتند من امت ما از اثر طهارتشان میشناسم، روحاشان چون ماه زیباست، دستاشان چون ماه روشن است. از اثر طهارت میشناسم، از آثار وضو میشناسم. این حدیث هم حضرت گفتند فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل.
کسانی که نماز نمیخوانند وای به حال اونها، کسانی که طهارت نمیکنند وای به حال اونها. یا الله، حضرت چی گفتند؟ فنحن الاخرون الاولون و اول من یحاسب و ان الامه تفرق لنا الطريق فتقول الامم كادت الامه يكونوا انبیاء. وقتی که من همراه با امتم روان میشم مردم راه کشادن میگیرن، مثل که یک آدمی کلام میبیاد دو طرف راه را کشادن میگیرن، رفتن میگیرن. همراه امتم من در بین دیگر امتها گذشتن میگیرم، اونها راه برای من و امتم میکشایند، زیرا اول کسی که بهش میدرا این محمد است و امت محمد. رسول اکرم در حدیث صحیح میفرمایند انا اقرأ باب الجنه، من میرم دروازه بهشت میکوبم، فیقول الخازن من انت، دروازه‌بان بهشت میگه تو کیستی؟ فاقول انا محمد، من محمدم و این امتم است در قفا. فیقول الخازن بك امرت الا افتح لاحد قبلك، حبیب دلها محمد، خداوند به من سفارش داده بود که تا آمدنی تو من در برای کسی نکشایم. هزاران هزاران شکرت خدایا که ما را حبیبت امتش قرار دادی، ما را برای این پیغمبر و دوستدارش قرار دادی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدای جهان توی قصه مختصر، بعد از خدای جهان توی قصه مختصر. در اینجا صحبت خود به پایان برسانم و از همه شما عاشقان محمدی و بندگان خدا خواهش میکنم بار دیگر یک جایه با رسول بزرگوار صلوات فرستیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اکنون مولود رسول اکرم تبرکاً دو بند عربی و دو نظم فارسی بلبلای قرآن میخوانند. خوب کدام اتفاقاتم خنو خورده باشه میتونی راستا خیزی در وقت مولود باقی ندارد. اگه من راست شوید در زمینم خنک است. انشاءالله بعد از خواندن مولود باز دعا میکنم و در وقت دعا انشاءالله آمین گویید و در وقت دعای من هرچی در دلاتان آرزو دارید از خدا پرسید. انشاءالله این لحظه اجابت دعاست، این لحظه مباهات پروردگار بر ملائکه هاش است. والله امروز خداوند این ساعت از حضور شما، از آب دیده های شما، از محبت و عشق شما بر ملائکه هاش مباهات دارد. امروز روح حبیب خدا محمد از شما عاشقانش خرسند و خوشحال است. توجه کنه مولود میخوانیم و دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت برهان صريا أنت مصباح ثريا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داع وجب الشكر علينا ندعى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وصلى الله على نوري كزوش نور فايدا وصلى الله على نوري كزوش نور فايدا زمين حلم وساكت فلا جزع الشيدا زمين حلم وساكت فلا جزع الشيدا أزود راتني شوقي أزود دل زوقي أزود راتني شوقي أزود دل زوقي أزود زبان ذكري أزود سر سودا أزود زبان ذكري أزود سر سودا منور عالم نظر ويش معطل خود از بویش منور عالم نظر ويش معطل خود از بویش معنبر هدو گسویش دو زلفین شبیه الدا معنبر هدو گسویش دو زلفین شبیه الدا محمد احمد و محمود کی غیر خالقش بستود محمد احمد و محمود کی غیر خالقش بستود از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا اگر نامی محمد را نیاوردی شفیعاندن اگر نامی
مسیح آمد نمو سالای بیضا دو چشم نرگسی نشرا که مازن قلب سخانی دو چشم نرگسی نشرا که مازن قلب سخانی دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا زی سر سین اجامی الم نشرح لك برخان زی سر سین اجامی الم نشرح لك برخان زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمین. خدایا از بوی خوش و فارم صلوات و درودهای ما روضه مبارک پیغمبرت را همیشه خوشبو و معطر گردان. پروردگارا این بندگان تو دست امید به سوی تو برداشتیند، زیرا غیر از تو فریاد رسه و حاجت براری ندارند. خدایا تا آنچنان بزرگ و مهربانی دستی با امید برداشتی بندگانت را خالی باز نمیگردانی. خدایا هر مراد و مقصودی که این بندگان تو خصوصا این جوانای محفل و این طفلکان زیبا داشته باشند به مقصودشان رسان و هر حاجاتی که داشته باشند خدایا تو قادر و توانایی و دانایی برآورده گردان. پروردگارا بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان. پروردگارا مسافرای ما را در مسافرت ها سلامت دار و زندانیای ما را از زندان ها خلاص گردان و بی فرزندان ما را فرزند صالح و پسر طلب های ما را خدایا پسرچه های زیبا و اهل قرآن نصیب گردان. خداوندا به توفیق های ما را توفیق بندگی و بازگشتی به سوی خودت عنایت فرما. پروردگارا فرزندای ما را از راه صراط المستقیم منحرف مگردان. خدایا از راه معصیت و گناه نگاهشان دار. پروردگارا تاجرای ما را در تجارتشان برکت عطا فرما و قرضدارهای ما را خدایا تو قادر و توانایی در کسب و کارشان برکت عطا فرما، از قرض خلاصشان گردان. خدایا کسانی که از این بندگان در غم و درد مبتلا هستند خدایا تو راهی خلاصیشان نمیدانی، اونها را از غم و دردها خلاص گردان. پروردگارا فیض و برکات در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما نازل گردان. خدایا ناراحتی ها و اختلاف ها را آفت و بلاها را از این جمهوری عزیز ما دور گردان. صلح و صلاح و وحدت و دوستی را در بین امت ما و در بین مردم عزیز ما خدایا همیشه پایدار بدار. حکومت دارای ما را خداوند انصاف و توفیق نصیب گردان که به شریعت و احکام شریعت دست درازی نکنند. پروردگارا در این دنیا توفیق بندگی و عمل کردن به سنت پیغمبر بزرگوارت و دفاع کردن از شریعتش برای همه ما نصیب گردان و در روز قیامت با شفاعت پیغمبر بزرگوار خدایا همه عاشقان مدرسه محمدی را و همه امتان اسلام در هر گوش و کنار جهان داخل جنت جاودانیت گردان. انشاءالله جمعه را میخوانیم. بعد از جمعه شما را به خدا امانت میسپاریم. باز تا سال آینده
آینده من میدانم از این کسانی که سال گذشته در این محفل مولد شرکت داشتند خیلی زیادی از اونها در عالم قبرند. با کی میدانه سال دیگه که من هستم همراه شما یا نه، و از بین من شما با کی هست و کی نه، این خدا منت. بنابر همه شما را به خدای مهربان امانت می سپارم. پروردگار شما را سلامت دارد و با سال دیگه و سال دیگه در این صحن خانه خدا و در دیگر خانه های خدا ادای عبادت کنین. آمین یا محمد یا رسول الله، یا حبیب الله، یا خلیل الله محمد.